دوستان خیلی مخلصیم. آقا من رفتم امروز آدامس موزی گرفتم، یاد روزامون افتادم. بیا به توضیح بدم. ببین آقا این که همون آدامس موزی قدیمه، لوگو روش خیلی خوشگل، همون طعم بچگیام مونده. اینم اول گرفته بودم. نگاه کن به جای اینکه لوگو اینجا باشه، آرم استاندارد و سیب و سلامت داره، ولی باید اصلا فرار کرد ازش. بعد روش نوشته چی؟ ارسطو. بازش میکنی توش چیه؟ یه آدامسیه که اصلا وقتی میخوری همه جات آردی میشه. بعد جالبش اینجاست که روش هم نوشته مثلا آدامس جویدنی. مثلا اینا که ما میگرفتیم چیه؟ اینا مثلا پوشیدنی. این دقیقا داستان شبیه این روزای ما بود. گفتم یه فیلم بگم. این اسمش روز هلندیه. یه سری روز هلندی هم داریم که پر از تیغ و سرگلش اینطوری و اصلا ساقه نداره، ولی خب این نهایتاً یه دونه دوتا تیغ داشته باشه. بعد کیفیتش چجوریه؟ سرگل همه یه دست. اصلا اینو بدونید که فرق دارن. شاید اسمشون یکی باشه، شاید رنگ و لعابش یکی باشه، ولی هر گردی گردی نیست.